شما ریدمان ترین یوتیوبر فارسی هستی. من یوتیوبر نیستم، من اسکلم. خب ایوا نزدیک 120 سابسکرایبر. آخه این دیگه چنده؟ علی خیلی خوبه. حتی کامنت گرفتم. آره اون دوتای آخری مینا و امامر بی نظیرن. آره اینم لایک میکنیم. حالا میریم سراغ کامنت های ویدیوی بر اساس میم. کامنتی نگرفتم. 12 لایک، 930 بازدید. ویدیوی اولیش که میم بود گذاشتم بود 1500 میم. چقدر مدرسه شروع میشه بابا. مدارس بازم مهمه ولی خیلی شکست. اینجوری نمیشه. ایده جدید داشت. اینجوری نمیشه. حساب سابسکرایبرم شده. یا الان آدم مثل من حداقل نزدیک 1000 تا سابسکرایبر داره. و ایده جدید بگیرم که ویدیو بگیرم اصلا خوب نیست. خیلی سابسکرایبرم شده. به تخمم نزدیک 15000. چی کل من نزدیک 15000. 114 لایک و 120 سابسکرایبر. 300 تا ویدیو فکر کنم. ایده چی بزنم؟ ایده چی بزنم؟ کسی زیادی کامنت نذاشت. یا اول بعضی ولی ایده جدید داشتیم من اینجاش. لایش من خونه دادش گرمی پیدا کردم اومدم اینجا. اون خودش اینجا هست آیا؟ نه خودش اینجا نیست. دوباره تکرار میکنم برای سومین بار خودش اینجا نیست. باشه خوب بگرد. یه جلوی چقدر گرمه. ای وای یه جلوی بذار ببینم پیداشتر این کجاست. خودش کجاست؟ حاجی واقعا باید دنبال ایده جدید بگردم. خودش دلی میاد. یا خدا یا ابوالفضل. حاجی چه ایده جدید پیدا کنم. وای سانرس ماینکرافت دیگه نمیدونم والا چی بگم. والا
وقتشه که تمام کنم. البته شب کن یه ایده جدید دارم. چطوره که بدونیم که چی با امیرعلی شد و باید بهتون گفته باشم شما هم هدفای من هستید. خدافظ.